درس‌های نوبتی از ماتماتیکا درباره مدل‌های دیفرانسیلی می‌شود. از درس ساده سر می‌کنیم و یک چند درس درباره مدل‌های دیفرانسیلی تیار می‌کنم که در آنها متدهای کارکنی این مدل دیده می‌شود. خب بیاین سر کنیم مدل دیفرانسیلی چیست؟ مدل دیفرانسیلی اگر ما در درون مدل حاصله فونکس رو ببینیم و مدل دیفرانسیلی است. چرا که ما می‌دونیم در مدل ساده که ما در صنف‌های 7 8 5 دیدیم در ما چی می‌خواستیم یافتن؟ عددها رو یافتن می‌خواستیم. در مدل دیفرانسیلی باشد ما باید ما فونکس رو یافتن می‌خواهیم. برای همین نام مدل دیفرانسیلی است. در اینجا یک چند نمودی مدل دیفرانسیلی هستند که با درجه 1 با درجه 2 هم هستند. این نمودهای مدل دیفرانسیلی اینها رو کار کردن به حرکت میکنه و مدل دیفرانسیلی در کجا استفاده برده میشود؟ در ماتماتیک خودش استفاده میشود و اصلا در فیزیک درباره مثلا صورت ها. در اینجا یک چند مثال صورت ها موندم. حتی این افتش آزاد شتابی افتش آزاد هم این درباره مدل دیفرانسیلی هستند. بیاین یک چند مثال دیده برایم خودی منطقش رو فهمیدم حرکت کنیم. مثلا مدل دو داشته است. این مدل دیفرانسیلی است و از ما میپرسد که آیا این فونکسیون این مدل با این مدل دیفرانسیلی درست میبینید یا نه. اینو باید سنجیم. چطور میسنجیم؟ روش آسان. ما باید حاصلش رو گیریم. اگر من حاصل این فونکس رو گیرم و من اگر این جواب رو دید تمام میگم که ها این درست این فونکس جوابی این مدلی من است. مدل دیفرانسیلی من است. بیاین حاصلش رو گیریم. حاصل چی میگرفتیم؟ چه که در اختیار داشته باشین این آسان است. البته 4x در درجه 3 وقتی که حاصلش رو گرفتیم این رو ما هم نوشته میتونیم d تقسیم dx این چی میشه 4x کیوب. چه که میبینیم همین جواب رو گرفتیم و میگیم که درست این فونکس جوابی مدلی من است. دوم مثلا ببینیم که در اینجا اکنون کمتر دیگر کرد از جهت y داشته است و از ما میپرسد من مدل دارم آیا همین فونکس داده شده جوابی مدل دیفرانسیلی من است یا نه. چیکار میکنیم برای به این سوال جواب دادن؟ من البته باید حاصل رو گیرم. اگر من حاصل این فونکس رو گیرم و اگر به من همین جواب رو دهد و میگم که این جواب درست است چی میشود؟ بیاین حاصلش رو گیرم dy تقسیم dx برابر است اگر ما این رو دانیم چه باید حاصلش رو گیریم این میشود 5 ضرب 1 درجه 2x ضرب 2 و این میشود 10 ضرب 1 درجه 2x. اکنون نگاه کنید در فونکس من از جهت مدل 2y داشته است. آیا همین جوابی من 2y میشود یا نه؟ البته که میشود چون که این 5 بود ما این رو نوشته چیکار نوشته میتونم 2 ضرب y نوشته میتونم و از اینجا بوچ معلوم شد این فونکس میتواند شد جوابی مدلی من. باز یک سوال دیده برایم و یک کمتر اینکه مشکل تر باشد. اکنون با وقت مدل دیفرانسیلی داریم شکلش کمتر مرکب تر است و از ما میپرسد آیا همین فونکس جوابی من شده میتواند یا نه. برای با این سوال جواب دادم باید بار دیگر چیکار میکنیم؟ حاصلش رو میگیریم. اگر حاصل این فونکس رو گیریم چی میشود؟ dy تقسیم dx این حاصل میشود 3 ضرب 1 درجه x کوادرات تقسیم 2 جمع x بعد ضرب درجه این چی میشود؟ x جمع 1. و اکنون نگاه کنید این حاصلش رو گرفتم لیکن با مدل من مانند نیست چون در مدل من y دارم. بیاین رو دیگر حرف نویسیم. دیگر حرف چی نوشته میتونیم و بگذار این چی بود y گویم و قوس رو کشم چی میشود y ضرب x جمع y برابر dy تقسیم dx و از اینجا میبینم y رو اگر به طرف چپ گیرم dy تقسیم dx مینوس y برابر است با x ضرب y نوشته میتونم. همین مدل به دست گرفتم و از اینجا معلوم میشود که این فونکس جوابی من شده میتواند. البته که این درس برای فهمیدن مدل دیفرانسیلی بود. با مثال‌های ساده سر کردیم. در درس‌های دیگر چه خیلی گفته بودم دیگر نمودهای متد ها رو می‌آموزیم.